تا به حال به این فکر کردید که بین استرس و داشتن یا نداشتن اعتماد به نفس رابطه‌ای وجود داره یا نه؟ جدای از این، آیا به نظر شما خودتون یک انسان دارای اعتماد به نفس هستید یا از کمبود اون رنج میبرید؟ میدونید نداشتن این گوهر ناب چه بلایی بر سر ما میتونه توی زندگی اون بیاره؟ اعتماد به نفس یه عنصر حیاتی توی زندگی هر فردی میتونه به شمار بیاد. داشتنش میتونه کمک کنه تا ما به اوج برسیم و نداشتنش هم میتونه باعث پسرفت و سقوط ما به قعر چاه باشه. اعتماد به نفس عبارت از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموعه افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی میشه. فکر میکنیم که فردی باهوش یا کودن هستیم. احساس میکنیم که شخصی منفور یا دوست داشتنی هستیم. مورد قبول و اطمینان اطرافیان هستیم یا نه. خودمون رو دوست داریم یا نه. مجموعه این برداشت‌ها و ارزیابی‌ها و تجاربی که از خودمون داریم باعث میشه که نسبت به خودمون احساس خوشایند ارزشمند بودن یا برعکس احساس ناخوشایند بیکفایتی و بی‌ارزش بودن رو داشته باشیم. همین افراد صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی و جهت و نوع کاری که توی زندگی دارن نیازمند اعتماد به نفس هستن. یک شخص با اعتماد به نفس دارای چه ویژگی هایی است؟ 1. مستقل عمل می کند. در مورد مسائلی مثل استفاده از وقت، پول، حرفه، لباس و مانند این موارد خودش تا جایی که معقول باشه دست به تصمیم و تصمیم گیری و انتخاب میزنه. 2. مسئولیت پذیره. سریع و با اطمینان عمل میکنه. گاهی مسئولیت کارهای روزانه خونه رو بر عهده میگیره و حتی دنبال موقعیت‌های کاری جدید میره و بدون اینکه از اون خواسته بشه به کمک دیگران میشتابه. 3. به پیشرفت‌های خودش افتخار میکنه. هنگامی که از پیشرفت‌های اون تعریفی به میان میاد با مسرت تصدیق میکنه و از این بابت احساس رضایتمندی میکنه. 4. به چالش‌های جدید مشتاقانه روی میاره. مشاغل ناآشنا، آموزش‌ها و فعالیت‌های جدید توجهش رو جلب میکنه و با اطمینان و اتکا به نیروی درونی خودش درگیر اونها میشه. 5. دامنه وسیعی از هیجانات و احساسات رو نشون میده. میتونه بعضی اوقات قهقهه بزنه، بخنده، فریاد بکشه و یا بعضی از اوقات حتی گریه کنه. به گونه ناخودآگاه محبتش رو بروز میده و به طور کلی هیجانات طبیعی خودش رو بروز میده بدون اینکه از بروز اونها خجالت بکشه. 6. ناکامی رو به خوبی تحمل میکنه. هنگام روبرو شدن با ناکامی ها میتونه واکنش های گوناگونی مثل شکیبایی، خندیدن به موقعیت، بلند حرف زدن و غیره رو از خودش نشون بده و قادره از آنچه که موجب ناکامی شده سخن بگه. 7. میتونه خودش رو محاکمه کنه. با شجاعت تمام گاهی خودش رو به محکمه میکشه و به نقایص و اشتباهات خود اقرار میکنه بدون اینکه احساس ضعف کنه، چرا که میدونه اقرار به خطا اولین گام رفع خطاست و انکار اون نتیجه جز تکرار اون خطا نداره. 8. احساس میکنه که میتواند دیگران را هم تحت تأثیر قرار بده و از نفوذی که بر افراد خانواده و دوستان خودش داره
مطمئنه و میدونه که به خاطر شایستگی های باطنی میتونه دیگران رو تحت تأثیر خودش قرار بده. حالا میتونیم بپردازیم به پیامدهای عدم اعتماد به نفس. پیامدهای عدم اعتماد به نفس بسیار زیاد هست. شخصی که فاقد اعتماد به نفس هست در واقع قدرت ابراز وجود، توانایی احقاق حق، توانایی در ابراز علاقه و بیان احساسات و غیره رو نداره. در نتیجه احساس سرخوردگی، خودکمبینی، پریشانی و حتی اضطراب و استرس رو تجربه میکنه. از اونجایی که افراد فاقد اعتماد به نفس معمولاً خودشون رو انسانهای ضعیفی میدونن و مدام در صدد مقایسه خودشون با دیگران هستند، در نهایت خودشون رو به دیگران این گونه معرفی میکنن. به همین دلیله که در برخورد با انسانهای دیگه، به خصوص افرادی که از اعتماد به نفس بسیار بالایی برخوردار هستند، معمولاً دچار اضطراب و استرس میشن. این ویژگی در فرد مقابل موجب میشه تا با قدرت و باور بیشتری نسبت به اطلاعات و حتی زندگی خودش صحبت کنه. بنابراین به شما هم این باور رو میده که فردی منحصر به فرده، اما طرف مقابل که شما باشید با عدم وجود این ویژگی، یعنی اعتماد به نفس، با وجود اطلاعات قوی و درستی که دارید، خودتون رو فرد ضعیف و معمولی احساس میکنید. در نهایت موجب میشه تا فرد مقابل نیز با وجود دانش بالای شما رو انسانی بدون معلومات و در حد معمولی تصور کنه. این احساسات متقابل موجب میشه تا در حضور این افراد به شدت دچار استرس و اضطراب بشید. پژوهش‌های علم روانشناسی با ادله محکمی ارتباط تأثیر کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس بر تمام وجوه زندگی انسان رو ثابت کرده. در رابطه با تأثیر اعتماد به نفس بر اضطراب، آنچه که مسلمه وجود رابطه معکوس بین این دو مورد. با افزایش اعتماد به نفس، سطح استرس و اضطراب به صورت چشمگیری پایین میاد و بالعکس، هر چقدر که فرد از اعتماد به نفس پایین تری برخوردار باشه، اضطراب به یار همیشگی اون تبدیل میشه. زندگی افرادی که برای افزایش اعتماد به نفس تلاش نمی کنند، حول محور دیگران میچرخه. اونها برای سنجیدن مسائل مختلف معیارهای خاص خودشون رو ندارن، بلکه مدام به فکر این هستن که دیگران چی میگن. وقتی دست به کار تازه‌ای میزنن، در جمعی حضور پیدا میکنن یا تصمیم بزرگی در زندگیشون میگیرن و در همه حال به دنبال تأیید گرفتن از دیگران هستند. این افراد همواره در درون واهمه این رو دارند که نکنه دیگران فلان کار من رو نپذیرند. این واهمه درونی به اضطراب و استرس همیشگی و شدیدی در همه امور زندگی اونها تبدیل میشه. اگه دیدن این ویدیو تا اینجای کار برای شما جذاب بوده، ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. حالا سوال اینجاست که چطور اعتماد به نفس خودمون رو بالا ببریم. اعتماد به نفس یک جور طرز فکر مثبت راجع به خودمون و توانایی هامون است. درست همون موقعی که همه چیز به هم میریزه، میتونه به فریاد ما برسه و به ما کمک کنه تا در برابر مشکلات قوی تر باشیم. بزرگترین و موفقترین آدم‌هایی که میشناسیم هم گاهی اوقات دچار کمبود اعتماد به نفس میشن. برای تقویت اعتماد به نفس، مثل هر توانایی و مهارت دیگه‌ای، باید تمرین داشته باشیم تا بتونیم اونو مدیریت کنیم. اما برای افزایش اعتماد به نفس، ما یک سری کارهای مشخص
و جالب رو برای شما انتخاب کردیم تا با شما در میون بگذاریم. مورد اول، از زبان بدنتان به درستی استفاده کنید. زبان بدن هر کس نشون میده که اون فرد چقدر به خودش و اعمال و حرفهای خودش اطمینان داره. از چهره بعضی از آدم‌ها میشه فهمید که حتی خودشون هم خودشون رو قبول ندارن. طوری خودتون رو نشون بدید که همه بدونن میتونید هر موقعیتی رو مدیریت کنید و بر اوضاع کاملا مسلط هستید. اگه اعتماد به نفس رو در ظاهرتون نشون بدید و از زبان بدنتون به درستی استفاده کنید، نه تنها حس میکنید که از پس هر چیزی برمیایید، بلکه دیدگاه دیگران هم نسبت به شما تغییر میکنه. پس سرتون رو بالا بگیرید، صاف بشینید، به آرامی شونه های خودتون رو عقب ببرید تا در راستای ستون فقراتتون قرار بگیره. شلوول دست ندید و وقتی صحبت میکنید مستقیما به فرد مقابل نگاه کنید. دومی مورد، درست لباس بپوشید. وقتی ظاهرتون خوب باشه احساس بهتری نسبت به خودتون دارید. لباسها و لوازم مناسب انتخاب کنید. زندگی و کارتون رو جوری نظم و ترتیب بدید که در خور شخصیت شما باشه و احساس بهتری نسبت به خودتون پیدا کنید. همه اینها باعث تقویت اعتماد به نفس شما میشه. لباستون باید طوری باشه که موفقیت شما رو نشون بده. لوازم شخصی شما به خاطرتون باشه که نشان دهنده شخصیت شماست. پس در انتخابشون دقت کنید. یک لباس مناسب و زیبا که توجه دیگران رو جلب کنه میتونه به شروع یک مکالمه عالی کمک کنه. سوم، جسورانه و جذاب صحبت کنید. سخنرانان خوب با اعتماد به نفس، با ثبات و با یک ریتم مناسب صحبت میکنن. اونها یاد گرفتن در صحبت کردن تأثیرگذارتر باشند. به جای اینکه حین سخنرانی توپق بزنن و گیر کنن، شمرده حرف میزنن و بین صحبتهاشون هم مکث میکنن. یک لحن جسورانه، جذاب و در این حال مؤدبانه برای صحبت کردن انتخاب کنید تا اعتماد به نفس خودتون رو به نمایش بگذارید. اینطوری عزت نفس شما بیشتر میشه و به خودتون ایمان میارید. برای اینکه جدی به نظر برسید خیلی هیجان زده و عصبی نباشید و زیادی نخندید. اگر مردم حس رهبری رو در شما ببینند به صحبتاتون بیشتر توجه میکنن. چهارم، مثبت فکر کنید، مثبت عمل کنید. انرژی مثبت باعث نتیجه مثبت هم میشه. پس سعی کنید نیمه پر لیوان رو ببینید و به مسائل منفی فکر نکنید. معمولاً سعی کنید تا لبخند به لب داشته باشید و با آدم‌هایی که تا حدودی مثبت هستند معاشرت کنید تا هم خودتون احساس بهتری داشته باشید و هم کسانی که دور و بر شما هستند. یک دفترچه یادداشت داشته باشید و هدف‌ها و موفقیت‌های روزانه‌تون رو توی اون بنویسید. شکرگزاری و رضایت بابت هر کار مثبتی که انجام میدید میتونه باعث تقویت اعتماد به نفس، خودآگاهی و آرامش درونی شما بشه. پنجم، عملگرا باشید. تقویت اعتماد به نفس فقط به داشتن یک ظاهر یا بادی لنگویج خوب نیست. باید خوب هم عمل کنید. توی یک مهمونی یا رویداد اجتماعی با آدم‌هایی که نمیشناسید سر صحبت رو باز کنید یا کار یا پروژه‌ای رو که در حالت عادی برای شما ترسناک بوده قبول و شروع کنید. اعتماد به نفس داشتن رو تمرین کنید و مطمئن باشید که خیلی زود اعتماد به نفس جزئی از وجود و شخصیتتون میشه. تنبلی و دست روی دست گذاشتن فقط ترس و تردید برای شما به همراه میاره، در حالی که اگر عمل کنید اعتماد به نفس و جرأت شما بیشتر میشه و درس‌های بیشتری رو هم یاد میگیرید. به عنوان یک تمرین ترس‌ها و توانایی‌های خودتون رو بنویسید. خیلی ها به شما میگن روی ضعفاتون کار کنید، اما بهتره روی نقاط قوتتون سرمایه گذاری کنید و
اونها رو پرورش بدید. اگر وقت و انرژی خودتون رو وقف نقاط مثبت بکنید، اعتماد به نفس در وجودتان جرقه میزنه و روز به روز بیشتر میشه. 6. آماده باشید. یادتون باشه برنامه ریزی جلوی عملکرد ضعیف رو تا حدود زیادی میگیره. هر چقدر آماده تر باشید، احساس شایستگی و مهارت بیشتری خواهید داشت و اعتماد به نفس هم در شما بیشتر میشه. آمادگی باعث میشه که اتفاقهای بد و ناگهانی زندگی نتونن چندان به شما آسیب بزنن. همه چیز رو در مورد کار، رشته تحصیلی، هدفها و خلاصه هر چیزی که مسیر زندگیتون به سمت موفقیت هدایت میکنه یاد بگیرید. قبل از اینکه یک کار رو شروع کنید به انتظارها و هدفهاتون در انتهای مسیر فکر کنید، اما خیلی بلند پرواز نباشید. هدفها و کارهای بزرگ رو به قسمتهای کوچیک و قابل مدیریت تقسیم کنید. سخن آخر این که یادتون باشه طولانی ترین مسیرها با یک قدم کوچیک آغاز میشه. ممنونم از اینکه در دوره شناخت و کنترل کاربردی استرس همراه ما بودید و البته امیدوارم این دوره برای شما بسیار مناسب و کارآمد باشه.